سلام بچه ها به چنل مایگرز خوش اومدید. من سایا هم. سلام، منم لیام. بله براتون لیا آوردم، ولی خب لیا مهمون جدیدی نیست همونطور که میدونید. و آره توی ویدیو قبلی نه قبلی ترش بوده و آره خلاصه و من دوباره آوردمش چون که توی ویدیو اول که تکش کردم خیلی در حقش ناعدالتی شده بود، چون صداش کمتر از صدای من بود، نویز صداش کمتر بود و اینکه کلا سبک بازی کردنش خوب بود، چون چند تا ویدیو هم بعدش گرفتم که آپلود نکردم اونا رو به خاطر اینکه زیادی بد بودن یا کلا ضبط نشدن یا آره برای همین یا رو دوباره آوردم. و امروز قرار که بریم توی بازی اسپانج باب هارور، ولی فکر کنم انتقام، همون انتقام اختاپوسه. بچه ها، من اینجا فکر کردم که بازی انتقام بختاپوسه، چون که عکس بازی انتقام بختاپوس بود، یعنی عکس بازی اصلی انتقام بختاپوس بود و برای همین من فکر کردم انتقام بختاپوسه. حالا به هر حال فقط توی روبلاکس متاسفانه چیز برنامه دیگه نمیشد فعلا. خب بریم توی یه سرور 2 نفره. بیا این همینجا، بیا همینجا، اینم 2 نفر است. اوکی وایسا. ای وای، آخه یه ربات کوچولویی اسمش ولش کن. سده، نگاش کن. خب یارو رفت. اسمش سده این ربات کوچولو، ربات گورباهی. بیا ای خدا، ولش کن. زندگی دیگه، زندگی سد. بیا لیا برو تو. فکر کنم ریکانکت شدم. آها خب توییم الان. نگاه سوار آره. اتوبوسای به چیزیم، خود انیمیشنش من اینا رو یادمه. ای 3 نفر است، سرور 3 نفر است. لیا سرور 3 نفر است. نه اون صده هم به اون اضافه شد. اشکال نداره نرو، خوبه صد داریم. باش. دنیا بدون صد تباهه. شب اول. این کیه؟ نه من چیزی نمیخوام بخرم. بیا کار کنم این صده بمیره دیگه، دوست ندارم باشه. این چه hello sir it's my first time. چی گفت؟ آها میگه میدونی کراستی کراب کجاست، رستوران خرچنگ کجاست؟ میگه میپ. نه میپ. چی میگه؟ گفت فکر میکنم چی میگه؟ گفت ترسناکه، فکر میکنم میگه و بقیهش رو نرسیدم بخونم، خیلی نوشتاش سری میره. ابجکتیو. آها بریم کراستی کراب رو پیدا کنیم. بیا فکرم کراستی کراب این وریه. این نه این کراستی کراب نیست، این وری نمیتونیم بریم. بیا اون ور، برو اون ور. یکی اون ای خود. چیز نه این که نشد که. صد قبلا بازی کرده این بازیو. با یا خدا یا خدا یا خدا. چی میگه؟ ای وای. این صده اول رسید به رستوران خچنگ، بعد آره من نفهمیدم چی شد. ببین صده قبلا بازی نکرده، ما کور بودیم. آره میدونم. همین. نه البته احتمالش باز هست که قبلا بازی کرده باشه، ولی باز ما کوریم. مخصوصا من اون حس شیشم توی بازی دورز به طرز عجیبی حس شیشم داشتم، اینجا دیگه ندارم. این صده دیگه خوشم نمیاد ازش، غلط کردم. چی گفت؟ آها چیز کنید، تمیز کنید. نه به خدا این صده قبلا بازی کرده، حتی میدونست از کجا این دستمالا رو برداره. آخه میدونیم داره نشون میده. راستی خب چرا با دستمال همبرگر رو جابجا میکنه؟ بعد یه نه 2 تا همبرگرشون کامله. خب بده بعد نمیخوای بخوری. خیلی من دوستم همبرگرهای کراستی کراب رو امتحان کنم و متاسفانه نمیشه. آره
انشالله اگه رفتیم تو آب ای خدایا، تو آبم آتیش روشن میکردن تو بعضی قسمتاش. بعد تو آب میرفت ساحل با اسفنجی. عجیبه. take the broom. اوکی. اوه خدا، صداش بد بود، خودش بد نبود. این قراره بیفته دنبالمون. فکر نکنم. برو اون تو، یه برو. اختاپوس تفنگ داره. توخ پاتوخ. با توخ. You saw something, didn't you? آره. میگه تو چیزی دیدی مگه نه؟ نمیدونم. Yeah, that چی؟ happens. میگه این اتفاق میفته. آره. وایسا، منظورت از You'll see. اتفاق میفته This چیه؟ place isn't normal, and the later it gets, the worse it والا این خودش میگه داری نورمال میبینی دیگه، نیست. اینجا نرمال نیست. Sure, keep telling yourself that. Now get خود back to work. بختاپوس نورمال While you نیست. still can. فکر نکنم این انتقام بختاپوس باشه. آها، هنوز چیز دستم، پارچه دستم فکر کنم. ای بابا باید و اینجا من اونقدر کور بودم که جارو رو ندیدم و خیلی دنبالش گشتم. چیز برداریم. جارو. رو ام، بزن جارو کجاست؟ بمیشه مستر کرب. نمیشه. نه خب من جارو نمیخوام. از کیو ببینم؟ میخوام لیس بزنم زمینم. باید کیو ببینم؟ جارو نزده کجاست؟ با به خدا این یارو قبلا بازی کرده، به قرآن. اشکال نداره. دلش خواسته دوباره بازی کنه. نباید دلش بخواد. خب با مردم غریبه میره توی سرور. اصلا ولش کن. بنده خدا صده دیگه، چی بگم. اوه 12 بار 12 تومن. چقدر ملت کثیفن. دقت کردی چرا تو بختاپوس زمین تموم فقط میگم تموم. هست؟ چی؟ آره میگم چرا بختاپوس تمیز نمیکنه؟ چون گاوه. به مگه معنای واقعی گاوه و میخواد انقدر از ما کار بکشه که بپوسیم. این از قیافش گاوی میباره و همینطور دماغ. از زاویه بریم بالا پیش میخنده. لیا وایس بیام ببینم. غیب شد. ای و میدونی چیکار کرد؟ چه کار؟ چیز بذار ببینم. آها نه هیچ. وایسا چی؟ فکر کنم آب شد رفت تو زمین. خب میگه تو توی نایت شیفت کار میکنی، یعنی چیش میگن؟ وای حافظم از دست رفت. شیفت شبی. من میخوام همبرگر خرچنگی درست کنم. میگه یه همبرگر خرچنگی درست کن. نمیدونم چرا ولی احساس میکنم فقط این یارو داره کار میکنه. نظر منم همینطوره. ببین یارو، همین کار رو تو داری میکنی. میذاری ای صد سود دار اصلا داشتی. نمیخوام این فاین باشه. میخوام خودم برای خودم همبرگر درست کنم. وای برگر آشپزخونه شده کی بودم من؟ مای گاد. آخ تشنمه.
برو آب بوجه کم اون داره. ولش. سایه کوچولو. جو با من یه همبرگر خرچنگی درست کردم. کاملا منطقیه. منم میرم میشینم ایشالله این سده کار کنه، ولی چی؟ ازش کار بکشیم. راست میگی. ولی نه، ویدیو متعلق به ماه، مال و اموال آره. ما باید توش کار کنیم. کسی نمیخواد بگه بختاپوس کجاست؟ من بهت گفتم غیب شد دیگه. اما خب نمیگن کجاست. فکر نکنم بگم. بختاپوس عجیبه. نه خودش میافته دنبال اون آخر سر. به خدا الان نظر میاد من تو همینطوره. تصویر. چی؟ خب این پشت صفحه ترین آمده جایی که آنلاین. میتونم برم. امن ترین یا عمیق ترین نشنیدم. امن. چیز داره، دکتر جامپ اسکر داره. ببینن چند تا. آره ولی روبوکس. آره دیگه 100%. اون پایین اون 39 تا مربع و اون میخواد. دومیه چقدر قشنگه. کدوم دومی کجا؟ مربع های پایین. آره. صده رفت. از بازی، آره از بازی رفت. ای بابا. خوشحال باش. البته حیف شده اون واقعا برامون دقیقا هم. وقتی رفتش که ما میخواستیم ازش کار بکشیم. آره ما داشتیم هم وای این ویتورین فوله. یه تو هم هیچی چه؟ درست کن. چرا این نمیتونه بیاد؟ چون یه چیزیش کمه دیگه. نه. به من نمیدونم، من میدونم تو نمیدونی. فکرم گوجهش نه، گوجه نه، گوجه داره. ولی مال من گوجهش کمه. همه چی داره. این راست میگی. فکرم از این خیارشوره چیه؟ نه کاهوه. فکرم خیارشوره. نه کاهو داره و این نداره. مال تو نداره. خب من یه دونه درست کردم، یه دونه دیگه درست کردم. نظر چی کم داره؟ بذار اینم. خود همبرگر رو داره؟ آره من شاید گوجه کم داره. راست میگی. نه گوجه داره. آره. بی گوجه. گوج موج. آها پنیر نداره. به ارتفاع. خب الان یه چی میاد تو تصویر. هر لحظه امکان داره بمیریم. آره. هم میاد. آره هلا چک د فریزر. مطمئن باش جام فسکره. وایسا منم بیام جام فسکر شیو. ببینی فریزر الان یهو اینجا میاد. بود. رستوران خرچنگ فرق داشت. آره. خیلی عالی. بی‌نظیره. 5 تا بیل من دیدمشون یه لحظه ترسیدم بابا چه قیافشه. یکشون گیر کرد تو در، از در رد شد. دیدی؟ همبرگر بده در. بختاپوس کو؟ چرا باید سفارش رو ما بگیریم؟ همون بختاپوسه. و چرا همبرگرها دونه دونه میده؟ حداقل اسپید میذاشت.
پخ تاس میدونی سرعت اون خیلی کمه، در عین حال همبرگرها رو دونه دونه برمیداره و مگه در همبرگر عین حال آره خب تو بگو. آره بگو. نه تو بگو بابا، حال ندارم. نه بگو. چرا از همبرگر چرا از همبرگر رو کم نمیشه؟ دقیقا. خب قیف شدن، رفتن. همبرگر قیف شدن. مرسی آقا هنوز. همشون خیلی مشکوکن، حتی چرخنگه. آقا بریم تو اتاق مستر کرب. آفیس، منظورش از آفیس اتاق کارشه. جون چرخنگ الان میاد تو صورتم. من میرم تو صورتش قبل از اینکه بیاد تو صورت تو. ببین تو چشای من نگاه کن. دیشب کجا بودی؟ دماغشو. عجب دیشب کجا چرخنگیه. بودی بی؟ یه بار دیگه این از سر کشیدی That's شدی enough work for one میکشه. shift. And don't you worry about that, lad. I've got a fresh supply coming in real soon. Real soon. احساس میکنم خب میشه. Get luck up on your way out. Can't have anyone sneaking in after hours. الان یادمون ما میره رو در خدا. گفت بعد میمیریم. نه ما نیستیم که در قفل کنه اصلا. مگه ما به چیز نگفتیم مستر کرب که در قفل کنه؟ نه ما با قفل. چقدر طول میکشه. من این تو بیا بمونم قفلش خب کردم. نمیشه. نایت خب تو هم احساس که کنم فردی نایت فزلره. سوم. ببین همیشه نایت سومی اتفاق میفته، پس آماده باش. نه من تحمل ندارم یه نایت دیگه هم چیز کنم. تحمل کنم. نگران نباش تموم میشه. نباید احیانا اونوری بریم بعد ما کارتون خوابیم. نه شاید پس چرا اونجا اسپان شدی؟ با اتوبوس اومد. جدا با اتوبوس اومدیم این همه راه برای یه رستوران تسخیر شده؟ چرا چرخنگه دم در وایسادم. این نشونه خوبیه به نظرت؟ Aye, there ye are, lad. Right on time. We got another busy night ahead, so hop to it. برو بابا کار داریم ما. برو آقا آها بالاخره داریم میپرسیم اسکویدوارد کجاست. Guess you'll have to handle both the grill and the register tonight. آها چیز میگه اسکویدوارد هم مریض بختاپوس شده؟ خودمون آره مریض شده. بله. درم نمیبندیم. بله. آها ای بابا راست میگی زارن فردا. آها چیز باید فریزر چک کنیم. چک د تیوی چرا؟ فریزر چی میشه؟ Breaking news! A dangerous individual is loose in Bikini Bottom. اوه چقدر یا شبیه آها بختاپوس. چرا این همون یارو است که تو کمد پیدا شد. یا خدا یه لحظه صبر. برگردیم سراغ کوک. من به چپش هم نگرفت. خب آها میت نداره. یا خدا سلام علیکم. Just focus on cooking. شما که رسیدین؟ آم، چرا وقتی چرخنگه گوشتمون تموم شده چیز شده خراب شده. یه چیز اینجا اشتباه این نرمال نیست. من اونا رو میذارم بابا انقدر نپرید. خب باشه منم کرابی من اونا رو میذارم. پتیز رو میذارم. اسمشو من نمیدونم.
تعطیل. چرا از همبرگر از کیسه هم کم نمیشه؟ خب برای همه گذاشتم که کرابی پتیز. نه یه دونه کمه. کجا رفتم؟ خب بریم سراغ چیز. کاهوش چقدر خوشگله. خوشم میاد تو مثلا یه دونه مثلا تو ولش کن. آره ولش کن. بچه انضباط رو از ما یاد بگیرید. خب ما الان لیا انضباطی نداره، ازش راضی نیستم. من به نوبت و به ترتیب چیزا رو میذارم. چیزو آره این داستان چیز ما هم داستان داره. یعنی چیز ما هم داستان داره. آره یه بازی دیگه هم تو همین روبلاکسمون هست که یه بخشی ازش یه دکمه رو 24 بار میزنیم و اون پشت سر هم میگه چیز و اگه خیلی سریع بزنی میشه تمام نشدن بلگرا. چی؟ تمام نشدن. ما گوجه کم دارم بابا. ببین اصلا بیا آخری من گذاشتم. آفرین. همبرگرها چرا رفتن؟ نمیدونم. باید گرین بچسبیم. ویندوز. ای بابا چقدر کار میکشه از ما. حقوقمون چقدر؟ من شاکیم. خدا اگه هیچی نیمد تو یه صدایی داره چی؟ میاد به خود. آره. صدا موزیک رو میشنوی؟ آره. خب این چیزه. صداهای یعنی نشونی خوبی نیستش دیگه. صداهای اوی چی شد؟ تو چیزی دیدی؟ نه شد. اصلا هم ندیدی اون یاروی اومد تو صورتمون. آها میگه باید برگردم داخل و قایم شم. اصلا بر من نیومد. کجا باید ها بیا اینجا بیا اونجا آره. بودو یارو داره میاد. هر خری که باشه. درو ببند. صدا هوا بود. سایا فکر کردم این یه آدمه. اوه. خدا شبیه آدم نیست. ماسکش همه جا هست. آره دیوونه است. ای آدم تو دستشویه. کو شلوارش هم در آورده. راست میگی. شلوار داری؟ شلوار در بیا آورده. بریم توش وایستا تکون نخور. آره شلوارشو در آورده. نه یا تو من البته میگم. مگه از همه اول شلوار داشت. شلوار اخ جون شلوار.
من صحنه را اسلو موشن رفتم تو. اصلا شلوار نداره، رو توالت هم نیست، یعنی سلام. سلام، چجوری اومدی؟ از همونجایی که تا اومدی من بالا رندوم اومدم، حالا چجوری بریم بیرون؟ اینجوری. من رفتم بیرون. بیا. اوپن و کلوز داره. یا خدا. فهمیدی چرا باید این دره رو اوپن میکردی؟ میپ ببند دهن تو. میپ ویش. چیه؟ پیپ چی گفت؟ میپ میپ. نکن. واه این نشونه خوبی نیست. من رفتم پشت در. چیزی شده بود؟ چرا در داره ها؟ آها. لیا بیا. لیا بیا. نشاشو ببین. Krabby Patty, تو خوشگل شده. please. One Krabby Patty, please. The smell, it is here. I hear them. I hear them whispering Patty. یا خدا. پدیشو بده بری. ببین اون یارو چشاش مشکیه، پس این نشونه خوبی نیست. خب الان میاد تو صورتم. بذار من باشم ببینم چیکار میکنه. خواستن گوی بخوره. Not good. خب الان دیگه خوشش نیومد میاد میخورته. سروایو. دنبال منه. آفرین ماشاءالله. ببین تو روی منه. فرار. لیا برو روی یکی از میزا. سلام، منو میبینی؟ برو روی یکی از میزا و میاد توت ولی چیزی نمیشه. بی‌نظیره. تمام. Where did he go؟ رفت. خب من میرم رو میز. چه کاری؟ Imagined. آها میگه من ندیدم بره. پس کجا؟ Quit stalling around, boy. I don't pay you to stand there like a barnacle. بارنیکال نمیدم چیه، ولی میگه که من به تو پول نمیدم که اینجوری مثلا ماست وایسی. Quit yapping and get back to work. این روانی شده. اون چیه اونجا؟ چی اونجا؟ آشغالا رو ببریم بیرون. و بعد از در خروج بریم. ببین این که میگه بریم بیرون اصلا و ابدا نشوندن اتفاق خوشایندی نیست و کلا نشونه خوبی نیستش دیگه. بیا. یه دونه از آشغالا رو حداقل تو بردار داده. آن آشغال برمیداری؟ آشغالا از اون کجا وره. برمیدارم؟ از اون. نه اون ور، نه این ور. کجا؟ کنارت. بابا چرا نمیبینم؟ کوری اینجا. نه عزیز تو کوری نیست. آها برا من اصلا نیاورده. میدونی چی میگم؟ یعنی چیز نکرده. دلش کن. فهمیدم بریم. آره. یا خدا. قادر این سایت از اولش هم قرار بود این اتفاق بیفته. تو چقدر کندی لیا؟ بیا یکم سریع‌تر. بایستی با هم بریم. منم میام. ببینم میخواد ما رو بخوره.
دیگه قا هستی. نمیدونم چرا باید صدا من بدی که آخه؟ نترسیدم. الان که میاد پشت سرمون. خب نه کسی نیومد. آره کسی نیومد. بریم. برگرد تو کراستی کرب و شیفت تو تموم کن. این چیز برقم ببین. به درد میخوره. آره این برقه احتمالا قرار بره. آره فردا نایت سومه. آره فالگیری های اما گیمز پاشمه. خدا. بلیا دیگه کم کم باید تموم کنیم، یعنی باید پارت دوم داشته باشه. الان تموم شه. نه البته نمیخواد، ولش کن، یه کاریش میکنم. بیا بریم. Oh, ye are staying. You got a job to do, and I expect you here on time tomorrow night. Now get some rest. بیا. Leave the crossy. اوکی. ببند درو. چرا بسته نمیشه؟ من دارم میبندم. اوکیه. بریم. خب امشب شب مرگمونه. آره میدونم. خب چی شد؟ خیلی کند میره. چگونه بازی رو طول دهیم؟ یه سی به میگه خرچنگو کشتن و من یه سی بهم میگه خرچنگ دیوانه شده. Look for Mr. Krabs. آره من یه سی بهم میگه خرچنگ کشتن، حالا که میگه Mr. Krabs رو چک کن. Mr. Krabs رو چک کن. یا خدا. ای وای. آها اینجا بود. اینجا بعد آره. میرفت. خب ببین پیشبینیمون عذاب در اومد. به ما میگم الان پیشگویانه. قراره یارو بیاد پشت سرمون. بیا. من پشت کجا سر رفتی؟ نگاه بریم. میکنم، تو برو. بیا این ور. کوشی؟ آها هستن. کو کجا رفتی؟ آها غیب شد. خب 100% میاد دنبالمون یا پشتمون. نمیخوای درشو باز کنی عزیز شده. بگی درشو سلام. باز کن. روانی. Enemy with Patty. چقدر بابا ولم تند کن. داریم اون اینو دفعه گفتی میدویم. خوشمزه نیست، به من چه؟ این سایت ما خیلی تند داریم میدویم. عزیز دقیقا پشتته. اوف. وای میگه من حتما باید الان مستر کربز رو پیدا کنم. ببین مرده. باش از این راه که نمیشه وارد اتاقش اوه شد. فکر کنم رفته. چک د فریزر یا احتمالا اول گذاشتنش تو فریزر. شاید. نمیدونم چرا نه ولی چون یه حسی صدا بهم تق میگه از فریزر اومد. شاید خودش یه جا رفته دنبالمون. آره منم همین میگم. نه بختاپوس نه. دارش هی وای رد و زدن. برق زد تو سایا. خیلی خوشگل شده. مرد. نه
بودو بیاین تو. نمیاد. سایه بودو. وای 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 مردم، فکر کنم مردم. He won't. I always catch my meat. وای منو داره میکشه. من له شدم. خب دوستان چجوری من بشه؟ مردم. برای من کلا لگ خورده و در دیوار وایساده هنگ کرده. اشکال نداره. تموم شد. آره. باید ما رو خلاصه بگیره بازی یعنی خوبی بود. دیگه آره تموم شد. کجا رفت؟ مستر کرابز. خب بچه ها من ریکانکت شدم و نتونستم بفهمم چی شد و آره لیا چی شد؟ تو بگو. ببین اتفاق خاصی نیفتاد، فقط اون یهو رفتم توی یه جای تونل طوری، بعد میستر کرب ریزه میزه افتاد دنباله، و بعد خورد مردی؟ منو. آره خب جالبه، میکاش من بودم. حالا اگه تونستم یه بار دیگه بازی کنم که نشونتون بدم. البته 100 سالی هم نمیخوام بازی دوباره برم چون خیلی اسکلانه بود و مستر کرب کلا لگ بود و آره امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم اگه تو کامنت ها بگید که بازی بعدی چی باشه و تا ویدیوی بعدی خدافظ. خدافظ.